دفعه قبلی که من ویدیو گرفته بودم گفته بودید که ادانی چی، مدت چی، شیدری چی، چجوری اینطوری راه میری، چجوری من تو ویدیو خارجی دیدم. خب بیا بهت بگم دیگه، الان بریم ببینیم چجوریه. خب شما باید برید تو تلگرام سرچ کنید دیل ماینکرافت و توی سرچاش بنویسید اینجا توی هشتگاش که شما سرچ میکنید، هشتگ نزنید دیگه، بنویسید اکشن اند استافز، مادو براتون بیاره دیگه. این قدیمیشه که خب بذار پاکش کنم، این یکی بیاره دیگه. حالا اومد. خب میذارید روی دانلود، این بعدش میگه تا 60 ثانیه دور میشه. خب ما میبریمش تو سیو مسیج، چون 60 ثانیه با وی پی ان ما دانلود نمیشه. اینو دانلود میکنیم، میذاریم روی ماینکرافتمون، واردش میکنیم، بعدش ایمپورت استارت. به همین راحتی. وقتی هم اگه اینطوری وقتی که درست بشه اون بالا اونو میاره، عکس خود ادانم میاره. اگه عکسو نیارد یعنی نیارد، بهش میاد از این بخش اینو آن میکنید دیگه. به همین راحتی. اینم بود از این آموزش. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب کنید دیگه. وقتی هم درست شه بازتون این شکلی میشه. خداحافظ.